ما مورد ظلم هستیم، مظلومیم، ما ضعیف نیستیم، ما مقتدریم. قوت ملت ایران بخش اصلی و مهمش به خاطر اعتقاد به حمایت الهی است. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. خدای متعال با ماست، داره کمک میکنه. نشانش هم همین 40 سالی است که این همه علیه ما توطئه کردن، این همه فشار آوردن، جنگ را انداختن، فتنه را انداختن، نفوذ درست کردن، عوامل تروریستی رو به جان مردم انداختن، 1000 تا کار زشت و خیانت آمیز با این ملت انجام دادن. این ملت مثل کوه ایستاد روز به روز